نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم در قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه و در این برنامه یک موضوع کوتاهی داریم، انشاءالله در موردش صحبت میکنیم و بیشترین وقت رو انشاءالله به شما عزیزان خواهیم داد تا در مورد موضوعاتی که در برنامه آن روی سکه صحبت شده یا شبهاتی مذهبی دارید انشاءالله در این برنامه پاسخ خواهیم داد. و شماره تماس برنامه مانند همیشه شماره است که عزیزان زیرنویس خواهند کرد، هم از طریق واتساپ و هم از طریق تماس مستقیم می توانید در این برنامه با ما شرکت بکنید. یکی از مسائل مهمی که دوست دارم در این برنامه خدمت شما عزیزان در موردش صحبت بکنم، قضیه تهمت بستن، دروغ گفتن، متهم کردن و لعن و نفرین کردن اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی عموم مسلمانان توسط شیعیان هست. خب در این برنامه انشاءالله یک سری از سندها را از کتب اینها خدمت شما عزیزان نشان میدم و خاصا میبینید که در کانال های اینا، در صفحات اجتماعی که مربوط به اینها هست، یک سری مطالبی رو نشر میکنن در مورد اهل سنت که تهمت و بهتان و افترا هست و اینکه چرا پیروان این دین با مخالفینشان، خاصا با اهل سنت، این گونه رفتار میکنند. از لابلای این سندهایی که از کتابهای اونها برای شما عزیزان پخش خواهم کرد آشکار می شود. تنها دینی که در کره زمین از بین همه ادیان، مذاهب، فکرها و اندیشهایی که میتونید تصور بکنید، حتی در بین هندوهای گاو پرست و تمساح پرست و میمون پرست و آلت پرست و خلاصه انواع و اشکال مذاهبی که در دنیا هست، در هیچ مذهبی توهین، اهانت، لعن، نفرین، دروغ بستن، تهمت زدن، غیبت کردن، بهتان بستن جز فضایل اعمال محسوب نمیشه، الا در این دین و مذهب که خدمت شما بعضی از این مطالب رو نشون میدیم.
این کتابی است به نام مصباح الفقاهه فی المعاملات از سید ابوالقاسم موسوی خویی است. یکی از مراجع بزرگ اینها به نام آیت الله خویی معروف است، همه میشناسنش. اینم کتابش. و در این صفحه در جلد 1 صفحه 498 در اینجا میگه که الوجه الثانی، مخالفین، کسانی که مخالفین شیعه هستند، به اجمعهم، همشون بلا استثناء، متجاهرون بالفسق، جهارا یعنی آشکارا فاسق هستند، لبطلان عملهم رأسا، به خاطر اینکه همه اعمالشان باطل است، کما فی الروایات ظاهره، چنانچه در روایات ظاهر آمده است. و بل التزموا بما هو اعظم من الفسق، اونها کاری کردن از فسق هم بدتر است. کاری که کردن از فسق بدتر است یعنی چی؟ یعنی به قول اینها ولایت اهل بیت را انکار کردن. به خاطر همین کسی که اعمال صالح نداشته باشه طبیعتاً فاسق محسوب میشه. وجه ثالث، گونه سوم، ان المستفاد من الآیات والروایات هو تحریم غیبت الاخ المؤمن من البدهی. از آیات و روایات میگه معلوم میشه که غیبت کردن برادر مؤمن جایز نیست. این از بدهیات است. انه لا اخوة ولا اسم بیننا و بین المخالفین، ولكن هیچ گونه برادری و اسمتی بین ما و مخالفین وجود ندارد. و هذا هو المراد ایضا من مطلقات اخبار الغیبه لا من جهة حمل المطلق على المقید لعدم التنافي بينهما بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع. به خاطر همین غیبت کردن اونها گناهی نداره طبق آیات روایات. صفحه بعدش در اینجا در صفحه 499 چی میگه؟ الوجه الرابع، گونه چهارم، قیام سیرت المستمر بین عوام شیعه و علمائهم. میگه این سیرت دائمی بوده بین عموم شیعه و علمایشان علی غیبت المخالفین، که غیبت مخالفین جایز است. بل سبهم و لعنهم فی جمیع الاعصار والامصار، بلکه فحش دادن به آنها، لعن کردن آنها در همه زمانها و مکانها جایز است. بل فی الجواهر ان الجواز ذلك من الضروریات، بلکه در کتاب الجواهرشون آمده که جایز بودن این از جمله ضروریات است، یعنی حتما شما باید این کار رو بکنید. اینم از این کتاب. الان مثلا یک عزیز شیعه میاد میگه که نخیر ما اینطوری نیستیم فلان. بله شما اینطوری نیستید، ولو اینکه خطر تقیه وجود داره ما حرف شما رو باور میکنیم، شما این گونه نیستید، اما اینا در کتاب هاتون هست. در صفحه 491 دوستان عزیز این رو هم اگر نشون بدن، در صفحه 496 میبخشید در جلد اول در مورد حرمت غیبت چی میگه؟ حرمت الغیبت مشروطة بالایمان، حرمت غیبت مشروط به ایمان است. ایمان هم این است که کسی که به ائمه اثنا عشر ایمان نداشته باشه، حتی یکی از آنها رو قبول نداشته باشه به عنوان امام، او مؤمن نیست. چرا؟ المراد من المؤمن هنا من آمن بالله و برسوله و بالمعاد و بالائمه الاثنا عشر. مراد از مؤمن در اینجا کی است؟ کسی که ایمان به الله و به رسول و به روز آخرت و به ائمه اثنا عشر داشته باشد. در صفحه 497 ادامه مطلب رو میخوانیم. ائمه اثنا عشر علیهم السلام، اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرهم القائم الحجه المنتظر عجل الله فرجه و جعلنا و من اعوانه و انصاره و من انکر واحدا منهم جازت غیبته لوجوب. کسی که از علی تا مهدی یکی از اینها رو انکار بکند اجازه است که او را غیبت بکنی.
وجه اولش میگه انه ثبت فی الروایات، در روایات ثابت است، و ادعیت و زیارات، و در دعاها و زیارتنامه ها جواز لعن المخالفین، جایز است مخالفین رو لعن بکنی، و وجوب البراءة منهم، و واجب است که از اونها اعلان براءت بکنی، و اکثار السب علیهم، اونها رو زیاد فوش بدی، و اتهام بهشون تهمت بزنی. یعنی یک چیزی در اون نیست شما به اونو بچسبانی. و الوقیعة فیهم، و به اونها به اصطلاح تهمت‌های زشت و ناشایست بزنی و غیبتشون بکنی. لانهم من اهل البدع و الریب، چون که اونها از اهل بدعت و از اهل شک هستند. بل لا شبهة فی کفرهم، بلکه شک نیست که آنها کافرند. لأن انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم والاعتقاد بخلافة غیرهم، چرا که انکار ولایت و امامت حتی یکی از امامان با اعتقاد داشتن به خلافت غیر از آنها و بالعقائد الخرافیه، و عقاید خرافی مانند جبر و که سبب کفر میشه و زندقه، و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه. اخبار احادیث متواتری که داریم دلالت میکنه که منکر ولایت کافر است، و کفر المعتقد بالعقائد المذکوره و ما یشبهها من الضلالات، همه اینها کفر اعتقادی است. ببینید کفر اعتقادی یعنی خارج از ملت، و کسانی که اینچنین اعتقادات گمراه کننده را داشته باشند. و یدل علیه اذن قولی علیه السلام فی زیارت الجامع، و همچنین قول امام علیه السلام در زیارت جامعه که میگه من جحدکم کافر، کسی که شما را انکار بکند کافر است. و قول علیه السلام فیها ایضا و من وحده قبل عنکم، و کسی که شما را قبول داشته باشه از اون قبول میشه. ان من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله، کسی که شما رو به وحدانیت یعنی امام رو به وحدانیت قبول نداشته باشه او مشرک بالله است. به خاطر همین میگه و فی بعض الاحادیث الوارده فی عدم وجوب القضاء صلاه علی المستبصر، به همین دلیل میگه در روایات آمده است، در احادیث آمده است کسی که سنی که شیعه میشود نماز قضایی خود رو به جا نمی آورد، چرا که نمازهاش اصلا قبول نبوده، اون کافر بوده. این روایت. تشکر میکنم دوستان عزیز. چیزی که دلالت بر این مسئله میکنه، یکی از اینجا دوستان عزیز این رو هم نشون بدن در کتاب روضة الکافی از کلینی، در اینجا میگه که در روایت شماره 260 باب ذکر فضائل شیعیان چی میگه؟ و همانا شیعیان ما که خاموشند و قرآن نمیخوانند، پاداش قرآن خواندن مخالفان با آنها داده می شود و خود مخالفان از آن بی بهره اند. یعنی دوستان عزیز این مطلب رو ببینید خیلی جالب است. این سنیای بیچاره که دارن قرآن میخونن اینها هیچ اجری نمیبرن. و این لصامت من شیعتنا لاجر من قراء القرآن من خالفه والله على قروشكم نیام لكم اجر المجاهدین. بله میگه به خدا سوگند وقتی شما در بستر خوابیده باشید پاداش مجاهدان به شما داده می شود. اهل سنت جهاد میکنن پاداشش به شیعیان داده میشه، اهل سنت قرآن میخونن پاداشش به شیعیان داده میشه. این کتاب خودشون است دوستان عزیز. تشکر میکنم. دین عجیبی است. از کلینی آوردیم از قرن 4 هجری، از خمینی بیاریم از قرن 14 هجری که ایشان چی میگه در کتاب المکاسب المحرمه از روح الله الموسوی الخمینی در صفحه 250 و 251 در کتاب مکاسب. در اینجا میگه که در مورد ایمان میگه ایمان این است که آدم به الله و رسول و علی ایمان داشته باشه و همه امامان را قبول بکنه و اما الاخبار فی مشتملت علی المؤمن فلذلك و مشتملت علی الاخل یشتملهم ایضا لعدم الاخوه بینه و بینهم. میگه مؤمن کسی است که به امام اعتقاد داشته باشد و بین ما و بین آنها اخوت نیست، بلکه واجب است وجوب البراءت عنهم و عن مذهبهم و عن ائمتهم، بلکه واجب است ما اعلان براءت بکنیم از اونها، از مذهبشون، از دینشون، از امامانشون
کما تدل علیه الاخبار واقتضته اصول المذهب، چنان که روایات این رو دلالت میکنه و اصول مذهب. و مشتملت علی المسلم فالغالب منها مشتمل علی ما یوجب ظاهرا فی المؤمن، آنچه که شامل مؤمن میشه شامل مسلمان هم میشه بر حسب این روایت. در صفحه 251 میگه بعد از اون در مورد اینکه ثابت است که اینها رو میشه غیبتشون کرد، چون که اینها به ائمه حق ایمان ندارن، موالات ندارن، به ظاهر اگر مسلمان هم باشن اما آنها مؤمن نیستن. فلا شبهة فی عدم احترامهم، هیچ شکی نداشته باشید که آنها رو نباید احترام بکنید. بل هو من ضروری المذهب، بلکه از ضرورت مذهب شیعه است. کما قال المحققون، چنانچه محققان شیعه گفتند بل الناظر فی الاخبار الكثير فی الابواب المتفرقه لا يرتاب فی جواز حتکهم والوقیة فیهم. میگه بلکه چنانچه روایت های زیادی در ابواب مختلف آمده است که شکی نیست که آنها را حتک حرمت بکنید، با آنها تهمت بزنید، غیبتشون رو بکنید. بل ائمه المعصومون اکثر فی الطعن واللعن علیهم و ذکر مسائم، بلکه ائمه معصومین هم چیکار کردن؟ اونها رو زیاد طعن میکردن و لعن میکردن و بدبختی ها و مشکلاتشون رو ذکر میکردن. اینم از آقای خمینی در کتابش. تشکر میکنم دوستان عزیز. مثلا در این کتاب از آیت الله کرکی، از شیخ علی ابن حسین کرکی، یکی از استوانه های تشیع، صفحه 46 در اینجا میگه ذکر المبتدع و تصانیفهم الفاسده، ذکر کردن اهل بدعت و کتاب های فاسدشون و آراء المضله و رأی گمراهشان. ولی یقتصر علی ما یحصل من المطلوب فی ذلک شرعا، بلکه این یکی از مطالب شرعی است، یعنی ضروریات های شرعی است. من کان منهم عدوا لآل البیت علیهم السلام، کسی که از دشمن اهل بیت باشه، فلا حرج فی ذکر معایبهم و قبائحهم و القدوح فی انسابهم و اعراضهم، بلکه هیچ اشکالی نداره که عیباشون رو بگید، زشتیاشون رو بگید، حتی به آنها تهمت نسبی بزنید، یعنی بگید ولد زناست، بگید ها این اصلا نسبش معلوم نیست، تهمت هم بزنید اشکال نداره، و حتی به ناموسشون و اعراضهم، حتی به ناموسشون، به ما هو صحیح و مطابق لواقع تصریحا و تعریضا، چنانچه مطابق واقعیت است. کما وقع من امیر المؤمنین و ما صدر من ابی محمد الحسن صلوات الله علیه فی مجالس معاویه. ببینید معاویه لعنه الله لعنتا فرسته فی ذکر معایبه و معایب عمرو بن العاص و ولید بن المغیره و امثالهم علیهم اجمعین من اللعن ما لا یحصى الى یوم الدین. فلا حرج في تکرار ذلك والاکثار منه في المجالس لتنفیر الناس منهم. هیچ اشکالی نیست که این ذکر و بدبختی های اونها گفته بشه در مجالس و در مورد اعتقاداتشون و از اونها اعلان براءت و بیزاری بشه. و کذا لعنهم و طعن فیهم على مرور الاوقات مع المجانیة الكذب، و همچنین لعنشون و طعنشون، همه اینها جایز است که در مورد اونها صورت بگیره. دوستان عزیز، اینم البته اینجا وقتی که میگن که دشمن اهل بیت، کسی که میگن امامت اهل بیت رو قبول نداشته باشه و امامت غیرش و خلافت غیرش رو قبول داشته باشه و دشمن اهل بیت است و ناصبی است، چنانچه در روایاتشون ذکر کردن. تشکر میکنم دوستان عزیز. در این کتاب دوستان عزیز این هم کتاب دیگری از اینها، کتاب اصول کافی جلد 5 از امام صادق هم روایت شده که از رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغ روایت کردن که هر کس که اینها رو لعن بکنه، نفرین بکنه و به اینها تهمت بزنه ثواب داره و از جمله مکارم اخلاق محسوب میشه. من خدمت شما عزیزان این مطلب رو هم در اینجا بیان خواهم کرد.
از امام صادق روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری بجویید و بسیار به آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفا و وامانده سازید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر شوند و از بدعت‌های آنها نیاموزند تا خدا برای شما در برابر این کار حسنات نویسد و درجات آخرت را برای شما بالا ببرد. بعد مجلسی وقتی که میاد این رو در شرح کافی می نویسه چی میگه؟ از مجلسی که گویا مقصود از اهل ریب آنهایند که خود در دین شک دارند مردم را به واسطه القای شبهه در آن به شک اندازند و اینها شامل اهل سنت هم و گفته شده مقصود از آنها کسانی هستند که دینشان بر پایه گمان و توهم فاسد است چون علمای اهل خلاف و ممکن است مقصود از آنها فاسقان و متظاهران به فسق و بیباکی نسبت به دین باشد زیرا این مایه این است که مردم در دین داشتن آنها شک کنند و این نشانه سستی عقیده آنهاست. تشکر میکنم دوستان عزیز. بعد این روایت هم خدمت شما عزیزان از یکی از کتاب‌های اینها خدمت شما الفیض القدسی فی ترجمه العلامه المجلسی تألیف میرزا حسین ابن محمد تقی نوری معروف به محدث نوری، یکی از علمای حدیث معروف اینها و از استوانه‌های دین اینهاست. این در کتاب خودش میاره در صفحه 251 در مورد مولانا ایدرحلی ابن مولا میرزا محمد شیروانی که از جمله فضلا و معظمین و عالم برجسته‌ای بوده و در اینجا داستانی از ایشون ذکر میکنه که ایشون از اهل فضل بوده، از اهل زهد و تقوا بوده. بعد در اینجا چی گفته؟ وقد تحقق منه انه کان یضیف اهل السنه الی بیته. ایشان اهل سنت رو به خونه خودش دعوت میکرده و یصبر علیهم، بعد صبر میکرده در پی فرصت مناسب الی ان تحصل له فرصه، تا یک فرصت مناسب پیدا بشه و یتمکن مما یرید که اون کاری که میخواد رو انجام بده. فیأخذ مدیة بیده المرتعشه، میگه دستاش میلرزید اما یک چاقوی تیزی رو میگرفت لکونه ناهزا فی 90، عمرش هم از 90 بالا بود. فیضعها فی حلق احدهم فیقتله بنهایت الزجر، بعد از اون این چاقو رو میگرفت در گلوی این سنی فرو میکرد و خلاصه زجر کش میکرد ایشون رو. والحیدری منصوب الیه، و گروه حیدری هم به ایشان منصوب است. کانوا یصومون فیریدون ان یفطروا بحلال، این گروه روزه میگرفتن بعد میخواستن با مال حلال افطار بکنن. چیکار میکردن؟ فیمشون الی دکاکین اهل السنه، میرفتن به دکانهای اهل سنت او بیوتهم، یا به خانه هایشان، فیسرقون شیئا و یفطرون به، از اونجا یه چیزی رو میدزدیدن و با اون افطار میکردن. به به حکم الله. ببینید دیگه این یکی از فضلا و زهاد و متقیان اینها دیدگاهش نسبت به اهل سنت. تشکر میکنم دوستان عزیز. بعد بعضیا که میگن آقا ما شیعه هستیم و فلان، ما قبولشون میکنیم اما علمای شیعه قبولشون نمیکنه. از جمله کتاب‌های شیخ صدوق در صفحه 136 اعتقادات مصنفات شیخ صدوق در اینجا لیس من الشیعه من اکرم مخالفا، شیعه نیست کسی که به مخالف شیعه احترام میگذاره. من واصل لنا قاطعا او قطع لنا واصلا او مدح لنا عائبا او اکرم لنا مخالفا فلیس منا ولسنا منه، کسی که با کسی که ما با آنها بریدیم با او رفت آمد بکنه، کسی که ما عیب اونها رو میگیم مدح او رو بکنه، و کسی که مخالفین ما رو تکریم بکنه احترام بگذاره، فلیس منا ولسنا منه، او از ما نیست، یعنی شیعه نیست، ولسنا منه، و ما هم از او نیستیم. بله دوستان عزیز، این بعضی از مطالبی بود که در کتاب‌های اینا اومده بود و خدمت شما عزیزان پخش کردیم. از همین لحظه به بعد
چه از طریق تماس تلفنی و چه از طریق واتساپ عزیزان می توانند در برنامه شرکت بکنند و اگر شبهاتی دارند و نظراتی دیدگاهی دارند در مورد موضوعات این برنامه و برنامه دیگر آن روزه که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. یکی از دوستان کلیپی رو فرستاده از یکی از ملحدینی که قبلا ما بعضی کلیپاشو پاسخ میدادیم. خب بعد از اون دیدیم که یک انسان دروغگویی است، یعنی ضایع کردن وقت است با کسی که بیاد و روایات و داستانهای ساختگی رو نسبت بده به اسلام و مسلمان ها و دروغ بگه آشکارا. در مورد این شخص یک کلیپی است، با همین رو میبینیم و بعد از اون در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سوال پایه این است که آیا پیامبر شما دوستان مسلمان در ابلاغ رسالت وحی قرآنی خودش معصوم بوده یا نبوده؟ منظورتون چی است؟ یعنی گناهی از پیشش سر زده؟ اشتباه کرده، آیات دیگه را آورده به نام قرآن، شیطان آمده به جای جبرئیل. اینی سوال پایه است. نه، چنین چیز در اسلام ما چنین عقیده‌ای نداریم. پس موضوع آیات قرآنی چی است؟ آیات قرآنی چی است موضوعش؟ موالین دفعه نشنیدید تا امروز؟ نه، کلمه قرآنی قوالین دفعه شنیدیم. پس پویا جان، دوست ما که نشنیده باشه فکر کنم نه، خب شما تشریح بدین برام. از اینا مشکل است دیگه که صحبت درباره چیزی که شما ندانید دیگه مشکل است که صحبت کنید. نه، شما تشریح میدم پویا جان، امیر کودا برشون تشریح میکنم ببینیم که چی نظر میدن. درست است؟ چون علماء بحث کنن. خب جان دل برادر، ما براتون چند تا منبع میتونم. این منابع اگر میتونین یادداشت کنین در برنامه‌های بعدی هم بیاین، من خوشحال میشم. تاریخنامه طبری جلد 1 صفحه 59، تاریخنامه طبری جلد 1 صفحه 58. خب و همچنان کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحات 897 898 و همچنان کتاب‌های زیادی در این تفسیر طبری و همچنان ابن کثیر و همچنان کتب زیادی و روایت هم تصحیح شده، تصحیحش هم در گردن منکاوش، تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 442 و همچنان تفسیر طبری جلد 18 صفحه 664 و همچنان کتاب طبرانی، کتاب معجم الکبیر طبرانی جلد 12 صفحه 53. در اینجا یک ماجرای خاصی در مورد آیات قرآنی برای ما توضیح کردم که پیامبر اسلام روز منتظر وحی است و آیات را تلاوت میکنه برای مسلمانان و نامسلمانان و مشرکان و 3 آیت و گرامی داشت از خدای اونها لات، عزا و منات بجای آیات 19 20 و 21 سوره نجم جاگزین قرآن میشه. اون زمان فقط پیامبر در حد چی؟ در حد تلاوت، در حد ابلاغ رسالت زبانی به مردم تبلیغ میکنه. 3 آیاتی که اونها رو چی کرده؟ شیطان بجای جبرائیل آورده به پیامبر. فردایی که جبرائیل میآید، این داستان به همین سراتی که من براتون میگم میتونم تصویر باز کنم، کتاب را صفحه‌اش رو براتون بگم، نشان بدم و بخوام. پس جبرائیل میآید، برش میگه اون کسی که آمده بود پیشت من نبودم، شیطان بود. یعنی 24 ساعت مکمل مسلمانان 3 آیات را از کتاب قرآن، از کلام الله میخواندن که اون آیات را شیطان آورده بود. سوال پایه، شما از کجا میدونید که سایر آیات این کتاب از جانب خدا هست نه از جانب شیطان؟ ما فقط میفهمیم که کتاب بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. همین بر ما فرض میکنه. بله. در مورد چیزی که شما گفتین، هیچ از علمای اهل سنت قبول ندارند که مثال چنین سخن در باب قرآن باشه. شاید در تفاسیر یا در بعضی منبع آمده باشه، مثلا شما تاریخ طبری یا تفسیر طبری یا کتابای دیگه را نام بردین، ولی ما هیچ وقت پیروی از یک شخص نمیکنیم. ما پیروی از الله میکنیم و از سنت رسول الله میکنیم. دو چیز برای ما کافی است. تفسیر نه، شما اشتباه درک کردید. اونجا روایت است، روایتی که سلسله اسنادش صحیح است و روایت تصحیح شده است و 16 تا تصحیحش را من براتون میتونم بخونم در همان جرح و تعدیلتون علم رجالتون. پس اونها چی میشن؟ اصحابی که از زبان محمد نقل قول کردن دروغ گفتن؟ کدام اصحاب؟ شما این روایت اصلا نشنیدید؟ نه خیر، ما گفتم براتون نه. بر ما ببینید، بر ما مسلمانان قال الله و قال رسول الله دو چیز بر ما مهم است. بر ما فلان احمد و محمود گفت، بر ما مهم نیست که در تفسیر طبری چی اومده یا در تفسیر فلان چی اومده، در تفسیر فلان. نه، من روایت نگفتم. شما قرآن و سنت دارید. قرآن و سنت، تنها قرآن منبع دینتون نیست، منهج دینتون تنها قرآن نیست. قرآن و سنت در کجا است عزیز من؟ سنت در حدیث است.
ولی همین روایت تاریخی و حدیث است دیگه. در کدام حدیث است؟ در کدام کتاب حدیث شماره چند؟ خب ما یک روایت، شما صحیح بخاری ارزش رو میدونید در چی حد است؟ بله. آیا در صحیح بخاری روایت ضعیف میشه پیدا کرد؟ چی گفتین؟ در صحیح بخاری روایت در مورد صحیح بخاری، اولا دوستان عزیز، این انسان یک انسان دروغگو است. حتی حالا اینکه در مورد اسلام دروغ بگه که یعنی کار عجیبی نیست، اما ببینید که در مورد خودش چه دروغی میگه. اسم منم پاوش خلاصم فروید، مستری دارم در بخش فیزیک و استرونومی از دانشگاه کامبریج خود روسیه که در شهر سن پترزبورگ است. دیپلم به دست آوردم. بله دوستان، ماستری یعنی کارشناسی ارشد داره در بخش فیزیک از دانشگاه کامبریج روسیه که در شهر سن پترزبورگ است. ما تقریبا 1 سال میشه که اعلان کردیم هر کس که آدرس این دانشگاه رو در روسیه پیدا کرد ما $1 میلیون بهش جایزه میدیم. هر کس که دانشگاه کامبریج رو در روسیه در شهر سن پترزبورگ یا در هر شهر و دهات روسیه پیدا کرد، لوکیشنش رو برای ما بفرسته، $1 میلیون جایزه بگیره. خب این احمقی که میاد در مورد خودش دروغی به این بزرگی میگه، لااقل دروغ میگی یک کمی فکر بکن، یک کمی بسنج، یک سرچی بزن گوگل. شما ملحدین که دیگه الله متعال میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا مانند چهارپایان بلکه گمراهتر هستن. خب دلیلش همین است که حداقل میخوای دروغ بگی یک هوش مصنوعی گوگلی فلانی سرچ بکن، ببین که دانشگاه کامبریج در کجا هست، بعد از اون بیا این دروغی به این بزرگی رو بگو. دانشگاه کامبریج در روسیه و در شهر سن پترزبورگ بوده، کارشناسی ارشد یا ماستری در فیزیک رو از اونجا گرفته. خب الان شما از این آدم چی توقع؟ کسی که به خودش رحم نکنه، به خودش دروغ ببنده، به اسلام به مسلمان ها دروغ نمیبنده. بر صورت این از این شخص دروغگو. اما برمیگردیم به این شبهه‌ای که گویا شیطان آمده و اولا میگه که آیاتی اومده جایگزین آیات قرآن شده و مسلمان ها 24 ساعت این رو خوندن. دروغ میگه، هیچ سندی برای این حرفش نداره، از شکمش میگه یا شاید هم از دانشگاه کامبریج روسیه داره میگه. شیطان این آیات رو آورده به پیامبر، داره دروغ میگه. هیچ جایی همچین حرفی ذکر نشده که شیطان بر پیامبر این آیات رو آورده باشه. میگه که روایت تاریخی مانند حدیث است. خب این چی بگیم دیگه؟ الان شما بعد بعضی دوستان میگن شما به اینا چیزی نگو. کسی که بین تاریخ و بین حدیث فرق نکنه، خب باید این از دانشگاه کامبریج روسیه شهر سن پترزبورگ از اونجا فارغ التحصیل شده باشه. دوستان عزیز، این آیات سوره نجم از آیه 20 که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. من اینجا این رو خدمت شما عزیزان از سوره نجم آیه 20 بله در اینجا نشون بدم. سوره نجم همه آشنا هستید. آیات 19 افرأیت اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى الکم الذکر و له الانثى. همچین آیه‌ای که در اینجا شیطان بر پیامبر آورده باشه در اینجا نیست. بله بعضی از روایت‌هایی که روایت‌های تاریخی است که طبری و ابن ابی حاتم و بزار و ابن مردوه و غیره ذکر کردن در کتاب‌هاشون که همه این روایات ضعیف، مرسل و باطل است. اجماع علمای اهل سنت در این است که این روایت‌ها مرسل، ضعیف و باطل است. دروغ‌هایی است میگن که مثلا در موردش ابن خزیمه میگه که هذه قصه ضعفه الحفاظ سندا و متنا. این قصه رو سندش و متنش رو علمای حدیث تضعیف کردن و قالوا انها لا تصح شرعا ولا عقلا بهذه الكيفيه. این روایت ها نه عقلا و نه شرعا هرگز صحیح نیست
بل قال ابن خزیمه اینها من وضع الزنادقه، این داستان از ساخته های ملحدین است، آتیستای زمان قدیم. جالب است بدانید این گوساله سامری از کجا ذکر میکنه این مطلب رو؟ از کتاب آیات شیطانی که کسی به نام سلمان رشدی در دهه 80 فکر کنم نوشته بود. کتابی نوشته بود به نام آیات شیطانی و ادعا کرده بود که قرآن آیاتش آیات شیطانی است و والعیاذ بالله جبرئیل نه بلکه شیطان بر پیامبر می اومده این چیزها رو میگفته. و این رفته اون کتاب رو، البته اون کتاب رو مسلمان ها پاسخش رو دادن در همون زمان، رفته از اون کتاب فقط مثل توتی از اونجا میخوانه، تکرار میکنه. در مورد این روایت حتی ابن العربی، نه ابن عربی صوفی، ابن العربی سنی میگه که انها باطله لا اصل لها، این یک روایت باطل است که هیچ اصل و سندی ندارد. قاضی عیاض، حافظ ابن حجر و خیلی از علما در مورد این روایت صحبت کردن و گفتن ضعیف است سندش، متنش. خب جریان چی بوده؟ اصل روایتی که صحیح هست این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این آیات رو میخواند، شیطان که انه در ذهن مشرکین یا در گوش مشرکین یا یکی از مشرکین یا شیطان همین روایت رو که به اصطلاح در اینجا آوردن که گویا در اون اضافاتی شده که تلک الغرانی قل علا و این شفاعتون لترجع، که اینها هم به اصطلاح خدایان قابل ستایش هستند و شفاعت اونها مرجوع است، یعنی امید شفاعت آنها می رود. این رو میگه شیطان در گوش مشرکین خواند و اونها فکر کردن که این آیات رو پیامبر خوانده و همه به سجده افتادن، گفتن ببینید محمد خدایان ما را تایید کرد و مسلمان ها این رو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشنیدن. اصل روایت این است. البته رو همین روایت هم علما حرف و حدیثی دارن، همین شکلی که این دروغگوی کامبریجی ذکر میکنه از دانشگاه کامبریج روسیه فوق لیسانس گرفته، در هیچ روایت صحیح در این مورد وجود نداره. الان متاسفانه بعضی از دوستان اصرار دارن که شما بیاید به این آقا جواب بدید. خب ما چی بگیم؟ یک کسی که بیاد به این شکل دروغ بگه و تهمت بزنه، دیگه در مورد این آدم چی بیایم بگیم؟ یعنی وقتمون رو ضایع بکنیم به این شکل و وقت شما عزیزان را هم که یک انسانی بیاد این گونه دروغ‌ها رو به اسلام و به مسلمان‌ها با بی‌عقلی و نادانی تهمت بزنه و ما بیاییم این رو برای شما جواب بدیم. در صورت اگر دوستان بخوان ما میتونیم در هر برنامه یکی از کلیپ های این دروغگو رو بیاریم و در اینجا برای شما عزیزان این رو نشون بدیم. در صورت این در مورد این شبهه‌ای که ایشان مطرح کرده بود. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار خوب هستین؟ آرامی؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. زنده باشید. خداوند انشالله که ارزار سال عمر طولانی نصیبتان کنه. انشالله که با این روشنگری هایتان، با این زحمت کشی هایتان وقت خداوند یک عمر طولانی نصیبتان کنه. وقت خیلی دوستان دارم، خیلی برتان با وجودتان افتخار میکنم. وقت همچون دین اسلام همچون عالمایی داره که وقتی میبینی آدم
وقت از ته دل وقت من یک جوان 21 ساله هستم از افغانستان مدار شدیم از ته دل دوستتون دارم وقت افتخار میکنم از اینکه هم شما و آدمای وجود داره در جامعه ما را به رازم برای راست هدایت کرده است وجود اول توفیق الله متعال دوم روشنگری شماست که ما جوانا از هر کار بد است دوری میکنیم که انشالله با نصیحت‌های شما خیلی چیزا رو یاد گرفتم استاد بزرگوار فقط خواستم صدایتون رو بشنوم فقط خواستم سلامت باشید. خیلی دوستون دارم الله متعال شما را حفظ بکنه. تشکر برادر عزیز، تشکر از بزرگواری شما. هدایت فقط و فقط به دست الله متعال است. ما وظیفه ما را انجام میدیم برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما. موفق خدا قوت استاد بزرگوار. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و بزرگوار. بله دوستان عزیز، همونطوری که بیان کردیم شبهات اینها گاهی اوقات به سبب جهل و نادانی ما هست. یعنی ما از دین خودمون اونطوری که باید شاید اطلاع نداریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام استاد عزیز، سلامت هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. استاد عزیز، ما از چه راهی میتونیم از کجا میتونیم برنامه های شبکه نور رو بالاخره ببینیم؟ ساعت پخشش رو اگه اینو بگید خیلی ممنون میشیم. خدا نگهدار. تشکر از شما. باشه چشم، در این مورد هم انشاءالله صحبت میکنیم و انشاءالله توضیحات کامل در این مورد خدمت شما عزیزان خواهیم داد. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. استاداتان دارم. استاد خوب هستین؟ سلامت باشید. تشکر از شما، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. استاد خوب هستین؟ بخیرین؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. دعای سرتان انشالله برنامه‌های خوبتان رو میگیرم. واقعا استاد خیلی لذت میبرم. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. استاد برنامه‌هاتون رو میبینیم خیلی خوشحال میشیم انشالله. وقتی آت گذاشته باشه همیشه شاد باشیم در هر جایی که سلامت هستیم. باشید. واقعا تشکر میکنیم از برنامه‌های خوبتان استاد. تشکر از شما، زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر میکنیم از این برادر عزیز. دوستان عزیز، شبکه جهانی نور رو میتوانید هم از طریق صفحه یوتیوب شبکه و همچنین از طریق ماهواره یاسات ببینید. این فرکانس شبکه است. دوستان اگر نشون بدن، عزیزانی که میخوان فرکانس رو یادداشت بکنن میتونید عکس بگیرید از صفحه تلویزیون در ماهواره یاسات. فرکانس 12073 عمودی یا وی، سامبولت 27500 از طریق ماهواره و همچنین از طریق صفحه یوتیوب، فیسبوک، صفحات اجتماعی شبکه میتونید برنامه رو ببینید. بیننده عزیز بفرمایید. خب دوستان عزیز و بزرگوار، بله
بله دوستان عزیز، در مورد ملحدین این اکثر شبهاتی که اینها مطرح میکنن رو در همین کتب تفسیر و تاریخ مفصل در موردش بحث کردن، علما پاسخ دادن. اینها دقیقاً عادت علمای رافضه و شیعه رو دارن که وقتی میخوام بر علیه اهل سنت مطلبی رو بیان بکنم میگن در فلان کتاب ذکر شده. چطور ذکر شده؟ در فلان کتاب یک مطلبی ذکر شده، پاسخ داده شده، شبهه‌ای رو ذکر کردن، پاسخ دادن. اینا میرن همون شبهه رو دوباره با آدرس میدن که در فلان کتاب آمده. وقتی به کتاب مراجعه میکنید میبینید که یک شبهه‌ای رو آورده بهش پاسخ داده و این روش مشترک بین این هاست. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یکمین بار من شما که علاقه برآمدم ما از تاجیکستان. شما نبود درست سلامتیتان است. خدا شما حفظ کند، در پناه الله باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. من یک سوال واتساپ گفته بودم، اگر همه خیلی جوابش میدادید من خیلی خوشحال میشدم. انشالله سوالاتی که در طریق واتساپ فرستاده میشه روزهای جمعه پاسخ میدیم برادر عزیز. انشالله. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. من یک خودم هم گفتم جزاک الله خیرا. زنده باشین برادر عزیز. سلامت باشین. سلامت باشید. تشکر از شما. سوالاتی رو که عزیزان از طریق واتساپ میفرستن در برنامه زنده روزهای جمعه انشالله پاسخ خواهیم داد به یاری الله سبحانه و تعالی. اما در برنامه آن روزی که بیشتر به شبهاتی که مطرح است چه از طرف شیعیان و چه از طرف ملحدین در این برنامه پاسخ میدیم و سوالات انشاءالله در روزهای جمعه خدمت شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. یکی از نکات مهمی رو که خدمت شما عزیزان من بیان خواهم کرد، البته این تماس دوست عزیزمون رو بگیریم و بعد از اون بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد گرامی. سلامت باشید برادر عزیز بفرمایید. تشکر از توضیحاتتان و اینکه شیعه را به ما معرفی کردین، عقاید از اینا را، اعمال از اینا را. دیگه ما به این نتیجه رسیدم و کارهایی که اینا با مهاجرین افغان کردن بخصوص در این اواخر من فکر میکنم که در نزد خود و در عقیده و در دین و مذهب خود همش اینا ثواب کردن، هجر کردن و کار نیک و کار خیر کردن. پس در این صورت ما فکر میکنیم دیگه کدام حق گله و گزاری و اینا را دیگه از این رقم یک دین و مذهب و شریعتی که اینا برای خود درست کردن ما دیگه باید نداشته باشیم، گرچه جهان اینا را دیدن، ولی به نظر من اینا دیگه بسیار
توضیح خوب دادین و فکر ما باز شد که ما واقعا شناختیم که و گپ فرموده شما که نه گساله پرستا، نه آتش پرستا، زردش پرستا توهین، دروغ، تهمت اینا را اجر و ثواب نمیدانن. دیگه من فکر میدونم که اینا بسیار کار نیک و کار خوب کردن و خداوند پاداش اینا را بده برشان. درست نتیجهش خواهند دید ان شاء الله. تشکر از شما برادر. ان شاء الله. تشکر از شما. زنده باشید. اوقات خوش. سلامت باشید. گاهی اوقات وقتی که این گونه مطالب رو بیان میکنیم بعضی میان چی میگن؟ آی وحدت مسلمان ها رو شما دارید به هم میزنید، هایی نمیدانم شما دارید تفرقه میندازید. برادر، شناختن دشمن اولین گام برای موفقیت است. اگر شما میخواهید موفق باشید، چه از نگاه شخصی، اجتماعی، کشوری، از نگاه امت اسلام اگر بخواد موفق باشه، ما باید دشمن رو بشناسیم و اینها دشمنانی هستند که در لباس دوست و برادر و مسلمان در کنار امت اسلامی همیشه به ما ضربه زدن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوست عزیزمان که از ایران تماس گرفته بودند، تماسشون مشکل داشت. البته گاهی اوقات شماره ها رو میبندن در ایران برای جلوگیری از اینکه تماس بگیرن بینندگانی از اونجا. به هر صورت مشکلاتی هست که وجود داره. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم استاد بزرگوار، خوب هستید؟ سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر، زنده سلامت باشید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید برادر عزیز. مشکل دوستانی که صدای تلویزیون رو نمیبندن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی. سلامت باشید. تشکر از شما. یه مطلب میخواستم بگم. بالاخره افغانی ها امیدوارم که دیگه با ایران آشنا شده باشن بعد از این اتفاقاتی که براشون آورد. ایران کشور اومدن ایران به امیدی که اینجا کشور اسلامی است، در حالی که ایران کشور اسلامی نیست، کشور مشرکین رافضی است. برای همین توصیه هم به افغانی ها اینی که زیاد روی ایران حساب نکنن، حتی اکثر 2-3 میلیون فکر جاهای دیگه هم باشد. مثلا همین کشور قطر موقع جام جهانی تعداد زیادی طیاره به بسیاری از کشورها میفرستاد و کارگر می آوردن برای ساخت و سازهای مربوط به جام جهانی. خوبه که افغانستان هم درخواست بده که بیان نیروی کار از افغانستان ببرن، خوب و قانونی، که بالاخره افغانی ها هم نام بخورن، هم اون کشورها نیاز کارگرشون رفت بشه، کشورهای ثروتمند. اما یه سوال جدی هم از شما دارم. به نظر شما دلیل اصلی چیه که این دنیای عرب هم بستگی نداره؟ مثلا کشوری که رابطه دارن با اسرائیل، رابطهشون که دیگه از سطح تو این شرایط که فلسطینی ها تحت فشارن، گشنه‌اند، محاصره‌اند، سر بلا سرشون داره در میاره، دروغ داره هم میگه. اسرائیل هم مثل ایران تازه داره حاشا میکنه مثلا تحقیق سازمان ملله. همونطور که ایران تهمت میداد به افغانی‌ها که جاسوسن، حالا یه افغانی اخراج افغانی هم قاچاقی هم غیر قانونی اومدن یه چیز، ولی دیگه اون که جاسوسن اینا دیگه معلومه که روش گذاشته بودن. اسرائیل هم دیگه همینطور داره تهمت میدن به سازمان ملل که سازمان ملل نیومده غذاها رو ببره، ما که گذاشتیم به مرز. دلیلش چیه؟ دنیای عرب اصلا همبستگی نداره. مثلا روابطشون از صفحه سفیر بیارن به صفحه کارزار پاش بدن. توضیحات شما رو میشنوم، ممنون، متشکرم. تشکر از شما، زنده باشید. در مورد رفتن افغان ها به قطر، خب افغان ها خودشون صلاح کار خویش خسروان دانند
به کجا برن به کجا نرن خودشون بهتر میدونن. اما قضیه قطر رو مطرح کردید. قطر بعد از همین اخراج مهاجرین افغانی از ایران در اولین گام حدود 2000 کارگر افغانی به قطر سفر کردن. اینم خبرش دوستان اگر که نشون بدن. آغاز روند اعزام 2000 کارگر به قطر، آغازی برای پایان مهاجرت قاچاقی. خبرش هم نشر شده و وزارت خارجه این رو و همچنین مولا عبدالغنی برادر در مورد اخراج مهاجرین از ایران هم صحبت کرده در این خبر. به هر صورت دوستان عزیز، قضیه کار کردن افغان‌ها این یک واقعیت است که غیر از ایران در هر کشور دیگری شما برید در مورد افغان‌ها در اونجا بپرسید، مردمانی کارگر، زحمتکش، با عزت، با احترام در اونجا زندگی کردند. در عربستان، در کویت، در قطر، حتی در کشورهای دیگر، و تنها در ایران هست که این گونه هم متاسفانه ملت ایران و هم حکومت ایران این گونه برخورد میکنن و اگر از یک افغانی یک اشتباهی سر بزنه به اندازه اون رو بزرگ میکنن، انگار همه افغانی ها مرتکب این اشتباه شدن. و در هر ملت انسان های خوب و بد هست. مردم ایران که 100% همه انسان های شریف و نجیب نیستن. چقدر خائن، چقدر آدمکش، چقدر دزد، چقدر فاسق، فاجر ایرانی هم وجود داره. در بین افغان ها هم هستن، در هر ملت وجود داره. اما قضیه اخراج از ایران ما بارها گفتیم، ما هیچ کس مشکلی با قضیه اخراج نداره. مشکل در توهین و اهانت و تحقیر است که این رو هم نتیجهش رو خواهند دید. هم الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وعده کرده که الله غافل نیست از ظلم ظالمان و نتیجهش رو داریم میبینیم. الان امسال شما مثلا نگاهی بندازید به افغانستان، سالی پر از نعمت، پر از آب، پر از برکت. کانال قشتپه که از دریای آمو یا نهر جیهون به وسط افغانستان کشیده شد که هزاران هکتار زمین های کشاورزی رو آبیاری میکنه و در زمینه خیلی از مواد غذایی، میوه‌جات، سبزیجات کم کم داره افغانستان به طرف خودکفایی میره. حتی دارن صادر میکنن به خارج از افغانستان. ساختن سدها بر روی رودخانه هایی که سالها کشورهای همسایه بدون حساب و کتاب از آب افغانستان استفاده کردن. ما نمیگیم آب قطع بشه به طرف ایران یا به طرف کشورهای همسایه استفاده کنن، این منابع خدادادی است. اما تو بیا یک ملتی رو با تحقیر و با توهین اخراج بکن، بعدش هم حالا پزشکیان قراره که رئیس جمهور ایران بره افغانستان به خاطر همین قضیه آب. چون میدونید که الان دیگه قضیه کم آبی، خاصا آب نوشیدنی، در حتی در پایتخت، در شهرهای بزرگ ایران داره تبدیل به یک بحران میشه. شما وقتی که از یک کشوری میگی که با آبت رو، این آبی است که الله سبحانه و تعالی به این ملت داده. آقا این کوههای سر به فلک کشیده‌ای در افغانستان هست که در طول سال شما برف رو بر قله‌های این کوه‌ها می‌بینید. کوههای هندوکش، بابا، سفید کوه، بقیه کوه‌هایی که هست. و این آبی که در افغانستان، نهرهایی که جاری است، این نعمتی است که الله سبحانه و تعالی به این ملت داده. همونطوری که نفت، گاز، معادن و نعمت‌های بزرگی الله سبحانه و تعالی به این ملت داده. تنها مشکلی که در این 45 سال مردم افغانستان کشیدن مشکل نبود امنیت بود و مشکل عدم استقرار سیاسی بود و مشکل جنگ داخلی بود. و سبب این جنگ داخلی، یکی از اسباب اصلی جنگ‌های داخلی در افغانستان، حکومت ایران و ملت ایران قبل از اینکه بیان افغان‌ها رو ملامت بکنن که چرا افغان‌ها به ایران آمدن، باید دولت خودشون رو ملامت بکنن که چرا در افغانستان مداخله کردن، چرا سبب جنگ‌های داخلی شدن، چرا با مسلح کردن گروه‌های شیعه و احزاب شیعه در افغانستان. شما تصور که ایران 12 سازمان شیعه در افغانستان ساخته بود و جنگ‌های داخلی در افغانستان راه انداختن که مردم مجبور بشن به ایران. یعنی کی دوست داره که کشورش رو ترک بکنه، وطنش رو ترک بکنه، خونه و زندگیش رو ترک بکنه،
بره به یک کشور دیگری در اونجا توهین بشه، تحقیر بشه، اهانت بشه. هیچ کسی اینو دوست نداره. مادامی که شما آب میخواهید از افغانستان، در مقابلش باید نفت بدید. خدا به شما نفت داده، به افغانستان آب داده. نفت بدید، آب بگیرید. افغانستان به نفت نیاز داره، شما به آب نیاز دارید. نه اون دوره زمانی که همینطوری بدون حساب و کتاب نهرها جاری بود و شما داشتید کیفتون رو میکردید و ذخیره میکردید و مینوشیدید و میپاشیدید و کیفتون رو میکردید، اون دوره زمان گذشت. الحمدلله امروز یک حکومتی است در افغانستان، امنیتی است، استقراری است و انسانهایی هستند که درسته با وجود انتقاداتی که ازشون داریم اما در فکر ملت هستند، در فکر کشورشون هستن. و آب میخواید، نفت بدید. خدا به شما چاهای نفت داده، به ما آب داده و این سیاست رو باید امارت اسلامی، طالبان در افغانستان در مذاکراتشون با ایران سر میز مذاکره این رو بگذارن. نفت بده، آب بگیر. نمیدی، آب نیست. و ایرانی که میلیون‌ها میلیاردها دلار رو به خاطر جنگ‌های نیابتی در لبنان و در سوریه و در عراق و در یمن و در کشورهای دیگه خرج میکنه، بیاد به افغانستان نفت بده، در مقابلش آب بگیره. اگر که ملتتون براتون مهم است، میخواید از تشنگی نجاتشون بدید، نفت بدید، آب بگیرید. این از یک طرف. از طرف دیگر وقتی که در کشوری امنیت باشه، استقرار باشه، یقینا مردمش مجبور نمیشن که مهاجرت بکنن یا برن جای دیگری کار بکنن. و همین هنوز یک ماهی نگذشته از برگشتن مهاجرین اخراجی از ایران که یک حرکت اقتصادی ایجاد شده در افغانستان. چون اینایی که در ایران بودن اکثرشون انسانهایی هستن که با حرفه‌های مختلف آشنایی دارن، از کارهای ساختمانی و مکانیکی و خلاصه با تجربه‌ای که دارن، هر کدومشون شاید 20 سال، 30 سال، 40 سال در ایران تجربه داشتن و این تجاربشون رو و این داشته‌هاشون رو میتونن در افغانستان در خدمت کشورشون و ملتشون استفاده کنن. اگر یک مدیریت دقیق و حساب شده از طرف دولت بشه، میتونیم این بحران رو به نفع ملت افغانستان رقم بزنیم. در مورد اینکه کشورهای عربی ارتباط دارن با اسرائیل، دوستان عزیز، رژیم آخوندی ارتباط داره پنهانی. کشورهای عربی یکی دو تایی که ارتباط دارن، روابط دیپلماتیک دارن با اسرائیل، مصر هست، اردن هست و یکی دو تا کشور دیگری هست که روابط دیپلماتیک دارن و بقیه کشورها که تا هنوز روابط دیپلماتیک ندارن با اسرائیل. عرب ها یکی از ویژگی‌هاشون این است که منافق نیستن مثل رژیم آخوندی. رژیم آخوندی یک رژیم منافقه، یعنی ظاهر میکنه که آقا ما دشمن اسرائیل و آمریکا هستیم، در باطن دستشون در یک کاسه است. و به این درامایی که درست کردن، سناریوهایی که ساختن که حالا جنگ 10 روزه و 12 روزه، به این چیزا فریب نخورید. اینا مثل دعوای دو تا شریک و دو تا برادر در داخل یک خانه است که به سر کله هم دیگه میزنن، بعد میشینن سر یک سفره با هم غذا میخورن. اینا در دشمنی با اسلام و با مسلمانان دستشون در یک کاسه است. و اینکه چرا کشورهای اسلامی کمک نمی‌کنن، من بارها این رو تکرار کردم، یعنی اکثر این کشورهای اسلامی، کسانی که در این کشورها حکومت میکنن، این حکومت‌های دست نشانده است. یعنی حکومت‌هایی هستن که در خدمت دشمنان اسلام هستن، مانند حکومت ایران که در خدمت دشمنان اسلام بوده و هست. مگر خود خاتمی و احمدی نژاد اینها اعتراف نکردن که عراق رو ما دادیم با آمریکا، افغانستان رو ما دادیم با آمریکا؟ از یک طرف شعار میدن مرگ بر آمریکا، از یک طرف جنرالاشون میشینه با آمریکایی‌ها نقشه‌های جنگی رو به اونا میده و همکاری میکنه. و این بدبختی است که متاسفانه جهان اسلام با اون گرفتار است. و چطور میشه از این بدبختی و از این سردرگمی عبور کرد؟ این که مسلمانان وحدت و همبستگی داشته باشن، وحدت و همبستگی واقعی، نه شعاری که هفته وحدت و فلان و دروغی، نه، همبستگی و اتحاد واقعی که این همبستگی و اتحاد در پرتو قرآن و سنت میشه به وجود بیاد. فقط
بیننده گرامی بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید آقای انصاری، من یه سوال داشتم از خدمتتون. من متاسفانه من خیلی میشنوم، یه برنامه هست که من چون خیلی برنامه‌های شما رو میبینم، واقعا بگم اینجا نگم حالا چون روبرو هستید، من واقعا وقتی حرفای شما رو میشنم، یعنی وقتی صحبتاتون رو میشنم مثلا در مورد توحید یا مثلا اینکه خب فعلا خیلی حرفاتون درسته، خیلی یعنی به نسبت کسایی یعنی بقیه که مثلا حالا مجریهای دیگه که میان مثلا حرف میزنن، خب حرفای شما خیلی با حق نزدیکتر، یعنی با قرآن و سنت. من یه سوالم بود، من اسمش رو نمیارم، یه آقای هستن تو همون شبکه کلمه، ایشون با آخوندهای شیعه مناظره میکنن. خب ایشون مثلا میاد میگه آقا شیعه مشرکه، شیعه نمیدونم متوسل میشه به فلان، و آقا اینا زمان مثلا پیامبرم ابوجهل هم همین کار رو میکرد و اونا میگفتن آقا ما که اونا رو نمیپرستیم، ما فقط حالا خب مثلا بهشون متوسل میشیم و از این حرف. خب بعد داره که با مثلا آخوند شیعه مناظره میکنه این آقا که دو شبکه کلمه اسمش هم نمیارم، اگه خواستیم میارم ولی خب به دلیل حالا احترام نه اسم نیارید بهتره. این داره با شیعه با آخونده مناظره میکنه، آخونده به اون آقای میگه خب حالا شما این انصاف نیست که به ما میگی شیعه مشرکه. بعد این مجری در جوابش چی میگه؟ مثلا اهل سنت اون آقای تو شبکه کلمه میگه نه ما که نمیگیم شما مشرکی، ما میگیم عملی که شما انجام میدید شرکه، ولی ما نمیگیم شما مشرکید. خب باید اتمام حجت بشه. آقا در کجای قرآن و سنت ما اتمام حجت داریم؟ الیوم اکملتم لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ما حجت خود را بر شما تمام کردیم و نعمت خود تمام شد، اسلام کامل شد، رفت چه حجتی؟ یعنی شما داری شرک میکنی. الله محرم قرآن خیلی حفظ نیستم، ولی خب با توجه به سوادی که خودم دارم، الله متعال در قرآن نمیدونم کدوم آیه کدوم سورت، فقط حفظ بالا، اگه غلط گفتم ببخشید. الله متعال در قرآن خطاب به بعضی صحابه ها که حالا نمیدونم مسخره کرده بودن، میگه قسم میخورن که ما نگفتیم کلمه کفر رو، ما کفر نکردیم. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الکفر و کفروا بعد اسلامهم. الله میفرماید چی؟ به پیامبر میگه اینا قسم میخورن که ما کفر نکردیم، ما کفر نگفتیم. الله میگه بهشون بگو چرا اینا کافر شدن بعد از اینکه اسلام آوردن. یعنی در این آیه ما اتمام حجتی ندیدیم، ما ندیدیم در این آیه الله متعال حالا بگه پیامبر بیا حالا باهاشون اتمام حجت کن، ببین حالا چرا این کفر رو کردن، بعد ما حالا بیایم به اینا بگیم باشه شما حالا یه دیگه نگیم مشرکی شما دیگه، حالا یه خورده با ما انصاف داشته باشیم. و حتی در سوره کهف ما در یه آیه داریم که الله متعال به پیامبر میفرماد ای پیامبر مثال دو دوست رو براشون بزن، به ما میگه برای ما مثال بزن، پس برای کی مثال بزنه؟ که وقتی یکی از دوستای مؤمن به دوست دیگرش میگه، یه دوستش به اون دوستش میگه که خب حالا من فکر نمی کنم، نمیگه من مطمئنم، میگه من فکر نمی کنم، فقط یه فکر، یه گمان، یه شک. میگه حالا قیامت برپا بشه، اگرم حالا اومد و قیامتی من فلان و فلان، میگه دوست مؤمنش میگه چی؟ میگه آیا کافر شدی به الله؟ کافر شدی؟ نه دوستشو پیش قاضی برد، نه اتمام حجتی کرد، نه گفت حالا دوست من بیا من برم شما رو پیش یه قاضی ببرم ببینیم حالا شما چرا این کفر رو کردی تا ما بعد شما بگیم حالا شما کافر شدی. من نمیدونم آقا تو میای با شیعه مشرک مناظره میکنی، مگه دین با احساسه؟ مگه دین با هوا هوس خودته؟ افرایت من اتخذوا اله هواه، بگو آیا ندیدی اونهایی که نفس خودشون رو هوا و آرزوی خود یعنی اله خودشون قرار دادن؟ شما اومدی با نفس خودت داری با یه آخوند شیعه مناظره میکنی. شما از اون روز از اون برای میگی شیعه مشرک، شیعه متوسل میشه، ابو جهل هم همین کارو میکرد، فلان هم همین کارو میکرد. بعد که شیعه میاد حالا با تو مناظره میکنه، مثلا آخوند شیعه میگه باشه حالا شما به ما نگی شما مشرکید، حالا اونم در جواب میگه باشه حالا نه ما نمیگیم شما مشرکید، ما
شرک است. مثل این میمونه آقای انصاری که شما برید به طرف بگی شما زنا میکنی، شما هر روز با یکی زنا میکنی. خب عمل زنا هست ولی ما نمیگیم تو زناکاری. تو شغل دزدی هست ولی ما نمیگیم تو دزدی. باید حالا که اتمام حجتی بشه ببینیم شما چرا دزدی میکنی. مگه ما در قرآن و سنت اتمام حجتی داریم؟ باشه در این مورد صحبت بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامیم. تموم شد رفت. اتمام حجتی نیست. من نمیدونم آقای انصاری اینا این دروی چیه دارن با قرآن و سنت در میارن واقعا. خب الله متعال در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت الله و رسولش رو بکنید تا مشمول رحمتش بشید. مگر رسول الله متوسل میشد؟ مگر رسول الله شرک به الله انجام داد؟ مگر رسول الله رفت بگه عموی من سید الشهدا و حمزه که سید شهدا هست در شهید شد من برم حالا بهش متوسل بشم، حالا عموی من که سید الشهدا هست؟ پیامبر مگر چنین کاری کرد که تو امروز میگه متوسل میشی به فلان و فلان؟ میگه آقا ما که نمیگیم. خب مگه پیامبر چنین کاری کرد؟ مگه حسین رفت به پدرش متوسل بشه؟ مگه فاطمه رفت به پدرش چه میدونم متوسل بشه بگه حالا پدر من، هرچند که فاطمه قبل از پیامبر فوت کردن، ببخشید اینو من حالا یکم عصبی بودم بعد از پیامبر فوت کردن. باور کنید من برنامه‌های همشون رو میبینم، برنامه‌های شما رو خیلی میبینم. یعنی واقعا بعضی وقتا که من میشینم پای برنامه‌های شما میگم وای حرف دل منو زد آقای انصاری، وای احسن بهشون، وای الله خیرتون بده. یعنی این حرفا چقدر عالی اومدیم، چقدر خوب گفتیم. یعنی اونقدر حرفای شما به دلم میشینه که واقعا. ولی میگم آقای انصاری شما فلانی که در شبکه کلمه داری روز و شب با شیعه نمیدونم درگیری میگه شیعه مشرکه، وقتی میاد با تو مناظره میکنی چرا روبرو بهش نمیگی بله شما مشرکی؟ چرا میگی باشه خواهر گرامی تشکر از شما خواهر گرامی. در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما خواهر گرامی. در این مورد صحبت میکنم مفصل ان شاء الله. تشکر از شما. فقط من همین رو خواستم بگم. بعد آقای انصاری من یه سوال دیگه داشتم خدمتتون. من چون تو اروپا زندگی میکنیم، بعد ما نمیدونم حالا خیلی هم در این مورد شاید حرف زدید ولی شاید جواب من جوابمو نگرفتم. ما اینجا که مثلا میریم گوشت میگیریم مثلا رو مغازش زده حلال، مثلا نوشته حلال. آقا ما نمیدونیم واقعا این گوشته حلاله. آقا ما مثلا اکتفا کنیم به اون حرفشون، حالا اگرم مثلا دروغ گفته باشه، یا اینکه نه بگیم خب حالا طرف گفته حلاله ما میگیریم حلاله دیگه، حالا چیکار کنیم؟ باشه در این مورد هم صحبت میکنم. حالا ما تکلیفش همیشه با شک میخورم واقعا. باشه در این مورد هم صحبت میکنم. تشکر از شما. ممنون آقای انصاری. روز خوبی داشته باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. ببینید دوستان عزیز، ما دو نوع تکفیر داریم. یکی تکفیر عموم است، یکی تکفیر معین است. تکفیر عموم که کسی که رکنی از ارکان دین رو، رکنی از ارکان ایمان رو، مانند نماز، روزه، زکات، حج، مانند ایمان به الله، به رسول، به ملائکه، به روز آخرت، به کتب آسمانی، هر کس رکنی از ارکان اسلام، ارکان ایمان و ضروریات دین رو انکار بکنه، علنا انکار بکنه، این انسان کافر است. دیگه نمیشینن با او بشینن آقا تو شاید نمیدونم این باشه شاید اون باشه. به مجرد انکار ضروریات دین، ارکان دین، ارکان اسلام، انکار الله سبحانه و تعالی، انکار پیامبر صلی الله علیه و سلم، به مجرد اینکه کسی نطق بکنه به این امور، این انسان کافر میشه. ببینید یکی حکم قضایی بر یک کافر است، یکی این که آیا این عملی که این انسان انجام داده سبب کفرش میشه یا نمیشه.
این دو موضوع کلا جداگانه است. اینکه طرف لفظ کفر رو به زبان آورده، انکار کرده ضروریات دین رو، در اینکه این شخص کافر است هیچ کس از علمای اسلام شک و شبهه‌ای ندارن، بلکه همه متفق هستن بر این. اما اینکه بعضی از شبهاتی طرف داشته باشه در بعضی از مسائل، مثلا آرا و نظریاتی داشته باشه، تعبیلاتی داشته باشه، در اون صورت میشینن باش بحث میکنن، گفتگو میکنن. مثلا یک کسی بیاد، به طور مثال یک کسی بیاد بگه آقا من این قضیه نمیدونم فلان مسئله‌ای که حالا گفتن یا فلان حدیث است، فلان چیز است، برای من شبهه است، من این حدیث رو یعنی قبول ندارم. در این صورت میشینن با طرف بحث میکنن، براش بیان میکنن. اگر بعد از این که بحث کردن، بیان کردن، حجت بر او قائم شد، بعد از اون دوباره اصرار کرد بر کفرش، در اون صورت علما اون رو تکفیر میکنن. مسئله دیگر این که خواهر گرامی، کسی که احکام دین رو، مثلا احکام زنا رو، نمیدونم سرقت رو، قتل رو، احکام دین رو چه در قرآن و چه در سنت صحیح ثابت شده باشه، اینها رو انکار بکنه، این انسان کافر است. یعنی آنچه که از ضروریات و اصول و اساسات دین هست، انکارش کفر است. بدون یعنی هیچ شک و شبهه‌ای انسان کافر میشه، از دین خارج میشه. گاهی اوقات طرف میاد مثلا یک شخصی رو بنابر شبهه‌ای تکفیر میکنه، کاری که مثلا تکفیریا میکنن. این یک مشکلی است. مثلا در یک برنامه من صحبتی کرده بودم در مورد مثلا بله از پیروزی به طور مثال حزب عدالت مثلا در ترکیه، بله ما خوشحال شدیم. آقایون تکفیری اومده بودن گفته بودن که آقا محمد انصاری کافر است، ضال و مضل و کافر و مرتد است، از اسلام خارج شده. چرا؟ چون ایشون اومده نظام دموکراسی رو تایید کرده. یعنی اینجا فرق باید بین یک مسلمانی که تابع قرآن و سنت است و بین یک تکفیری فرق در اینجاست. مسلمان میاد میپرسه که یا حرف شما رو دقیقاً گوش میده که این چی گفته، آیا نظام دموکراسی رو تایید کرده، نظام دموکراسی رو برتر از نظام اسلامی دانسته، قوانین مدنی رو برتر از قوانین الهی دانسته، یا نه در یک کشوری که در اونجا نظام علمانی است، نظام سیکولاری است، نظام بیدینی است، یک حزبی که گرایش اسلامی داره در انتخابات پیروز شده. حداقلش این است که مسلمان ها یک نفس راحت میتونن بکشن. مثلا شما فکر بکنید قبل از اینکه حزب عدالت مثلا حزب رفاه در ترکیه بیاد به قدرت برسه، قرآن خواندن، مدارس دینی، حجاب، شما تصور کنید تا سال 1994 حجاب ممنوع بود. یعنی دختر شما با حجاب نمیتونست بره مدرسه، با حجاب شما خودتون با حجاب نمیتونستید وارد یک اداره دولتی بشید. بعد دم در میخواستید بری شهرداری، میخواستید بری وزارت کشور، وزارت خارجه، تو پارلمان، در هیچ اداره دولتی کسی حق نداشت که روسری سر کنه. روسری، حجابو که بگذاره، روسری سر کنه. بعد یک حزبی اومد با گرایشات اسلامی از طریق همین دموکراسی و همینا به قدرت رسید و این قوانین رو یواش یواش اینا رو اومد از بین برد. حالا ما از این که این حزب با گرایش اسلامی اومده در انتخابات پیروز شده به مجرد این که خوشحال شدیم کافر میشیم؟ نه، این به این معنی نیست که شما نظام دموکراسی رو تایید میکنی، قوانین مدنی رو بر قوانین الله سبحانه و تعالی ترجیح میدی. این به این معنی نیست. مانند من تو مثالم آوردم که اونا مشکلشون این است که قسمتی رو میگیرن بقیه‌اش رو گوش نمیدن، اصلا عملا مثل شیعه قطعش میکنن، توضیحات رو نمیگذارن. و مانند این که مسلمان ها از پیروزی اهل کتاب بر آتش پرستان مجوسی فارسی خوشحال شدن. در اوایل سوره روم الله سبحانه و تعالی به این موضوع اشاره کرده. خوشحالی ما از این باب بود. آقا اومدن از یک دم همه رو تکفیر کردن که اینا کافر شدن. به این دلیل در مسائلی که در اون شبهه هست و از ضروریات اصول و ارکان دین نیست
و در او توجیه وجود داره، شبهه وجود داره، توضیح وجود داره، تکفیر کردن بدون قید و شرط جایز نیست. به خاطر همین ما در اسلام تکفیر معین داریم و تکفیر عموم داریم و به طور مثال هر کسی که به اصطلاح عقوبت کسی که دزدی میکنه رو، قطع دست رو انکار بکنه، بگه من این رو قبول ندارم، ما میگیم هر کسی که عقوبت دزدی رو که در قرآن ذکر شده انکار بکنه کافر است، بدون چون و چرا کافر است. اما یک نفری بیاد بگه که در این دور زمانه، در این زمانه همین قضیه قطع کردن دست قابل اجرا نیست، آیا این حرف اون با کسی که انکار کرده یکی است؟ فرق میکنه طبعا. با این شخص دوم میشینی براش توضیح میدی قوانین الهی در هر زمان و در هر مکان قابل اجرا هست، ما باید به این ایمان داشته باشیم. این که امروز اجرا نمی کنند این نه مشکل دین است، نه مشکل مسلمان هاست، نه مشکل مثلا قضیه قتل قاتل، کسی که کسی رو میکشه قصاص میشه در اسلام. شما مثلا الان برید این کشورهایی که حکم قصاص رو اجرا نمیکنن، زندان ها پر است از قاتل. طرف اومده مثلا چند روز پیش در یک از کشورهای اروپایی یک کسی رو که دختر بچه‌ای رو کشته بود دستگیر کردن. 27 سابقه داره در این زمینه، در زمینه قتل. چرا؟ هر دفعه که این رو دستگیر کردن دادگاهی تشکیل شده، وکیلی اومده، خلاصه بعد گفتن که آقا مست بوده، آقا نمیدونم حواسش نبوده، مشکل دیوانه بوده، مشکل عقلی داره، یک بهانه آزادش کردن. دفعه 28 هم که آزاد شد، 27 هم که آزاد شده مرتکب قتل شده. الان شما تصور بکنید 27 خانواده، 28 خانواده عزیز رو از دست، خانواده پدرش رو از دست داده، سرپرستش رو از دست داده، جگرگوشه‌ای رو از دست داده. 28 خانواده به عزا نشسته. چرا؟ چون که آقا این مخالف حقوق انسان هست که یک قاتل گردنش زده بشه یا اعدام بشه. شما تصور بکنید الان این جامعه رو که این حکم اسلامی اجرا نمیشه با یک جامعه‌ای که حکم اسلامی اجرا میشه. در اینجا طرف دفعه اولی که قتل کرد گردنش رو میزدن، جامعه راحت میشد. من حدود 28-27 سال در مدینه یک بار شاهد بودم که یک قاتلی رو در اونجا گردن زدن. مردم همه بدون ترس، بدون واهمه زندگی میکنن. حالا شما برو در نیویورک، از خونه میای بیرون، در نیویورک با اون همه پیشرفت تکنولوژی، از خونه میای بیرون نمیدونی که صحیح و سالم برمیگردی یا نه. $10 $100 تو جیبت باشه میترسی که الان به خاطر همین پول تو رو بکشن. چرا؟ چون که قانون اسلام اجرا نمیشه. الان کسی بیاد بگه که این قانون قبولش ندارم اصلا، کافره. کسی بگه که در این دور زمان قابل اجرا نیست، خب طبیعتا این حکم این با حکم اون شخص فرق میکنه. اینو باید بهش فهمان، باش اتمام حجت کرد. در مورد گوشت حلال من در این مورد مفصل در یک برنامه توضیح دادم که گوشت حلال این که روش می نویسند 100% نمیشه به اینا اعتماد کرد. اولا حلال برای ما ذبیحه اهل کتاب است. اهل کتابی که بر اساس روش تورات و انجیل، یعنی یهودی و مسیحی که بر اساس مذهب خودش، بر اساس همون شریعت عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام ذبح کرده باشه، اون برای ما حلال است. نه اینکه امروز در کارخانه مثلا با یک شارت برق میزنن، حیوان رو میکشن، خفش میکنن، یا با وسیله شارت برق میکشنش، بعد از اون میان این رو پوست میکنن و گوشت این رو در بازار. نه، این مرده است. این حالا روش 100 بارم حلال، 100% حلال یا 1000% حلال بنویسن، این گوشت مرده است. این گوشتی است که نجس است، حرام است که یک مسلمان بخوره. من اینو مفصل از یک دوستان پرسیدم، در آمریکا زندگی میکرد. گفتم شما این گوشت حلالی که بهش اعتماد میکنی است که؟ گفت مثلا در محله‌ای که ما زندگی میکنیم یک قصاب یهودی است، از همون یهودیای متدین. گفت اینا
بر اساس همون روش شریعت موسی علیه السلام یا تورات اینا گاو یا گوسفند رو ذبح میکنن، بعد ما میریم از پیش اونها میخریم و به قصابی های دیگری که 100 تا حلال هم نوشته باشه به اونها اعتماد نمی کنیم. پس به خاطر این باید جستجو بکنید، سعی و تلاش بکنید که از قصابی های گوشت بگیرید که واقعا طبق شریعت یهود و نصارا، یا از قصابیایی که مسلمانایی که قابل اعتماد باشن که واقعا گوشت حلال داشته باشن از اونها بخرید. شما سعی تلاشتون رو بکنید، در آخر با وجود سعیتون، تلاشتون، چیزی که بهش اعتماد کردید، شما سعی تلاشتون رو کردید و انشالله دچار گناه و معصیت نمیشید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. سوالاتتون رو در برنامه پرسش و پاسخ بپرسید دوست عزیز. اگر در رابطه با موضوعاتی که در برنامه دو سوال داشتم. یک، مثلا میگن وقتی که زن و مرد با هم، خب یکی از ایشون فوت کرد، آیا مثلا یه مرد فوت کرد مثلا زن نامحرم میشه یا نه؟ دو، زن میتونه طرف قبرستون بره یا نه؟ بس. باشه چشم داریم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم از رفتن زنها به قبرستان ها منع کردند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از رفتن زنها به قبرستان ها منع کردند. دلیل منعش حالا چی است که مردها منع نشدن، زنها منع شدن؟ چرا که زنها در قبرستان میرن، داد و واویلا میکنن، شیون و زاری میکنن، رقت قلبی که در بانوان وجود داره، این جایز نیست. اما برای مرده دعا کردن، برای مرده صدقه دادن، صدقه جاریه دادن، براش طلب عفو و بخشش کردن، این وظیفه هر زن و مرد مسلمان هست. این که زن و مرد بعد از فوت کردن به هم دیگه نامحرم میشن، نه. یعنی یک کسی خانومش فوت میکنه، همسرش میتونه، مرد میتونه اون رو غسل بده، میتونه در قبر بگذاره. یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همسرشون فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو در قبر گذاشتن، دفن کردن. یعنی این فکری است که بعضی از مردم دارن و بعضی از آرای فقهی بعضی از علما هم هست، اما اصل بر این است که زن و مرد بعد از اینکه فوت میکنن به هم دیگه نامحرم نمیشن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. درست. سلام محترم. سلام میاله؟ بله بفرمایید. سلام محترم، صحبت شما رو بیشتر شنیدیم در قسمت گوشت خوب یا گوشت خود مرده که در کشورهای غیر اسلامی گفتیم اگر به طریقه شریعت یهود و نصارا اهل کتاب. بله شریعت یهود و نصارا درست. بله اصلا شریعت یهود و نصارا منصوب بود. شریعتی که از موسی علیه السلام باقی مونده، اینا باز میشه که از ذبیحه از یوم استفاده بکنید، در حالی که طبعا اونا خود شریعتشان منسوخ شده و در ضمن منسوخ تحریف هم شده. بله دوست عزیز، وقتی که آیات قرآن نازل شد، آیا تورات منسوخ نشده بود؟ طبعا منسوخ شده. دوستان محترم، اگر فقط تمرکز بر مسئله تحریف است. بله. حتی تحریف، یعنی حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید، خواهش میکنم برادر عزیز، چون من انعکاس صدا رو میشنم.
ببینید در زمانی که این آیه حلال بودن طعام اهل کتاب بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، در آن زمان هم تورات و هم انجیل تحریف شده بود و هم شریعت اونها منسوخ شده بود. اما الله سبحانه و تعالی ازدواج با زنان اهل کتاب و خوردن ذبیحه اهل کتاب که به روش ذبح شرعی حلال شده باشه، شرعی به معنی شریعت تورات و انجیل حلال شده باشه و برای مسلمان ها حلال کرد. یعنی امروز یهودی و مسیحی زمان پیامبر با یهودی و مسیحی زمان ما فرقی ندارن. درست. حالا صدق مسئله ببخشید که به شما تو واضح نیست. یعنی از لحاظ چی ما مطمئن شویم که واقعیت ذبح یهودیا بر اساس نصوص شرعی اصلی یهود است. حال چون متن اصلی کتاب تورات هم ممکن خود دسترس ما قرار نداره، چطور ما به این مطمئن شویم در حالی که یهود هم دکان دارن و فروشگاه ها دارن، چطور از این آدرس مطمئن شویم استاد؟ والا این دیگه شما باید، من الان یکی از دوستان در موردش پرسیدم، در آمریکا زندگی میکنه، گفت ما در محله ما یک یهودی های ملتزم و دیندار هستن. ببینید یهودی ها و مسیحی های دیندار رو شما در هر کشوری که زندگی بکنید میتوانید از طرز لباس پوشیدنشون، رفتارشون بشناسید. یهودی های دیندار اگه دیده باشید ریش های بلند دارن، یک نوع کلاهایی سرشان میکنن، اونها پابند همون اصول تورات ولو تحریف شده باشه و پابند همون اصول کتابشان هستن. حالا این یهودی وقتی که ذبیحه این یهودی برای ما مسلمانان حلال است، این حکم الله است، یعنی دیگه در این شک و شبهه‌ای نیست. و همین یهودی که امروز در اروپا و در آمریکا وجود دارد، همین یهودی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین یهودی بود. از 1400 سال تا حالا چیزی فرقی نکردن. توراتشون محرف بود، تحریف شده بود و شریعتشون هم منسوخ شده بود بعد از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکن رسول الله صلی الله علیه و سلم از گوشت آنها خوردن. مثلا ما در مورد یهود بنی نظیر، بنی قریظه، یهود خیبر، پیامبر صلی الله علیه و سلم از طعام، از گوشتی که می آوردن می خوردن. مهم در طریقه ذبح هست، مهم در طریقه یک توضیح اینجا بدم. مهم طریقه ذبح هست که اونا خفه میکنن، با شارت برق میکشن. اینها گوشت‌های مردار و خودمرده است، یعنی اینها حرام است در شریعت موسی و عیسی و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ممنوع است. بفرمایید. درست. سلامت باشین. استاد محترم، طبق یک حدیثی که فعلا متنش در ذهن من نیست اما مفهوما همین یک مطلب ارائه میکنه که پیامبر علیه السلام میفرماید که شما با گذاشتن ریش و کم کردن سبیل ها و برودهایتان با یهودی ها مخالفت کنین، در حالی که همین یهودی های زمانه خود که ما شما میبینیم در تلویزیون ها تصاویرشان، فیلماشان یا عملا در کشورها زندگی میکنه، اینا ریش های خود بیشتر میمونن و طبعا برودهای خود که بلند میگذارن. یعنی وضاحت همین موضوع چی رقم از جناب استاد؟ در اینا هم ریش های خود زیادتر میگذارن و متن حدیث هم هدایتش به گونه ای است که شما با گذاشتن ریش و کم کردن سبیل هایتان مخالفت با یهود بکنید. آیا یهودی هایی که دوران پیامبر علیه السلام زندگی میکردن ریش خود کم میکردن یا یهودی های فعلا تو مخالفت با یهودی های قبلی داره؟ یعنی شرح تطبیقی حدیث شریف نمیفهم میشه که شما وضاحت بدین استاد چگونه خود بخیر بشین. در حدیث برادر عزیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که خالف المجوس، نمیگن خالف الیهود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جز الشوارب یا اقص الشوارب وعف اللحى یا ارخ اللحى، روایت های با الفاظ مختلف ذکر شده. و خالف المجوس، با مجوسیا مخالفت بکنید. مجوسیا حتی در ایران هم امروز اگر دیده باشید عادت است که سیبیلاشون رو خیلی بلند، یا در افغانستان برود میگن، برودها رو خیلی بلند میگذارن که حتی بعضیشون لبهاشون معلوم نمیشه. و این یک صفتی بود که در بین مجوس وجود داشت و در حدیث میگه که خالف المجوس، با مجوسیا نه با یهود. تشکر شما برادر است. با عزت باشین. جزاکم الله.
بله بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد ارجمند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ارجمند، طبق اون حرفی که خانم زد، مجری شبکه کلمه به شیعه گفت که شیعه بودن. بله در این اونها خاصی استاد ارجمند، من یک فیلمی برای شما فرستادم که یک آخوند هزاره در یک هیئت سینه زنی دارد به افغان ها میگوید که اگر بچه زیاد بیاورید زورتان به ایرانی ها میرسد. فیلمش رو شما ببینید. بعد نظر شما در مورد این حرف چیست؟ این حرف در کل کشور پخش میشه، بعد ایرانی ها در مورد این هزاره ها، این شیعه ها چه فکری خواهند کرد؟ آیا اینا اختلاف ایجاد نمیکنه این حرفا؟ یه حرف احمقانه است برادر عزیز، این یه حرف احمقانه است که کسی بزنه که شما بچه زیاد بیارید که بر ایرانی‌ها پیروز بشید. در اینجا مسئله پیروزی و شکست و اینا نیست و پیروزی در اسلام هیچ وقت بر اساس تعداد و اکثریت نبوده که حالا ما تعدادمون زیاد باشه ما باید پیروز بشیم بر کسی، بلکه پیروزی بر اساس حق است، بر اساس اعلای کلمت الله است، بر اساس توحید است، بر اساس یکتاپرستی است. برادر عزیز این حرفای احمقانه است. اصلا این شیعیان که حرفای احمقانه زیاد میزنن، این هم یکی روی اونا. حالا ما باید چیکار کنیم استاد؟ شما اینو بگید. والا ببینید برادر عزیز، السلام علیکم. علیکم السلام. باشه چشم تشکر از شما، زنده باشید، الله یار نگهدارتون. ببینید ما نباید در پی اختلاف باشیم. حالا مثلا امروز درست است ما در برنامه‌های متعدد از عملکرد ایران، حکومت ایران، حتی بعضی از مردم ایران در برخوردشون با مهاجرین افغانی صحبت کردیم، اما این به این معنی نیست که ما بگیم که آقا بیایید بجنگید، بیایید بزنید، بیایید هم دیگر رو بکشید. با این رفتار و با این عملکرد یعنی مگه مشکل حل میشه؟ الان مثلا مردم ایران با عراق سر یک جزیره کوچیکی 8 سال جنگیدن، میلیون ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدن. تا امروز آثارش در بین آثار نفسی و روحی در بین ملت ایران و عراق و کینه و دشمنی. حتی امروز مثلا شما ببینید حتی شیعیان عراق، حالا بعضی چیزا رو نشون میدن میخوان یعنی بگن که حالا اینا شیعیان عراق با ما خوبن، اما حتی شیعیان عراق دید خوبی به شیعیان ایران ندارن و برعکسش هم درست است. به هر صورت این اعمال، این رفتار و این گونه برخوردها دشمنی ها رو زیاد میکنه. ما به جایی که بگیم که این ملت ها به جان هم دیگه بیفتن و با هم دیگه جمع میکنن، نه خیر، بلکه عقلا و انسان های شریف و انسان های نجیب در دو طرف بیان این مسائل رو با گفتگو، با بیان این اشتباه بودن این برخورد. من خیلی از کلیپ ها دیدم، حتی از آخوندها دیدم که کلیپ هایی درست کردن، پخش کردن و محکوم کردن برخوردی رو که با مهاجرین افغانی در ایران صورت گرفته. واقعا این کار خوبی است، ولو که از یک آخوند باشه، کار خوبی است، ولو که از یک یهودی و نصرانی باشه. خیلی از یهودی ها، مسیحی ها، الان مثلا در مورد غزه نماینده های پارلمان در اروپا، اساتید دانشگاه در اروپا، در آمریکا، خیلیشون تا هنوز زندانن، دستگیر شدن، از وظیفه سبکدور شدن، اومدن تظاهرات کردن، محکوم کردن. انسان شریف، انسان نجیب، انسان با وجدان در بین هر گروه، در بین هر دین و مذهب وجود داره. ما نمیگیم که طرف به مجرد اینکه اسمش سنی گذاشت نه انسان مبارکی است، انسان خوبی است، بدون حساب کتاب وارد بهشت میشه. من گاهی اوقات گفتم بعضی از شیعیان موحد که شرک نمیورزن و کفریات ندارن، توهین به اهل بیت و صحابه نمی کنن، توهین به همسران پیامبر نه، اما اسم شیعه است. میگه من حضرت علی رو بیشتر دوست دارم، و دوست داشته باشه. من میگم که این شیعه‌ای که اسمش هم شیعه است شاید بره به بهشت و انشالله که میره به بهشت، و اون که اسمش رو سنی گذاشته و میگه که من ابوبکر و عمر و عثمان رو دوست دارم، عایشه و طلحه و زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین رو دوست دارم، من سنیم، من فلانم، من اینم، اما اعمال شرکی انجام میده، به قبرها طواف میکنه، به پیر و نمیدونم به فلان شیخش سجده میکنه، این با کله میره در اسفل السافلین. این که طرف اسمش رو سنی گذاشت یا اسمش رو شیعه گذاشت، این دیگه به این معنی نیست که آقا مستقیما بدون حساب کتاب میره وارد بهشت میشه. 「
بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلامت باشید. تشکر از شما. استاد این بنده در کل شبکه این حرفا رو میزنه. انسان انسانیت داشته باشه، یکی داشته ایمان و انسانیت مسلمانی داشت، همه چیز داره. ولی مسلمان مثلا برانده شد و ظالم شد به درد نمیخوره. یک سوال آخر زمانی از دارم استاد. میگم این علامت های صغرا همه اومدن، مثلا رقص و آواز و رنگارنگ مساجد، نافرمانی پدر مادر، همه اومدن مشرکی. میگم میره به نزدیک مکه شکست نوره. اگه همینا هستم برادران میگم نه دیگه حکومتی میاد مثلا میره که نزدیک مکه مکرمه بعد شکست میخوره. بعد مثلا جدل تانه جدل هست علامت کبرا یه مثلا بعضی هم دیگه هست مثل دعوت الارض نمیدونم همین علامت های قیامت. یک توجید استاد از این علامت بده. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما در مورد موضوع سوال کردید که نیاز به چندین برنامه داره. آنچه که امروز ما داریم میبینیم اینا علامات صغرای قیامت هست. علامات کبرای قیامت تا هنوز نیامده. یکی از علامات کبرای قیامت چی است در روایات که ذکر میشه؟ ملحمة الکبرى، یعنی یک جنگ بسیار بزرگی که بین مسلمان ها از یک طرف و یهود از یک طرف صورت میگیره و ما داریم امروز کم کم داریم یعنی شروع این علامت رو داریم میبینیم. امروز مثلا ببینید یهود با سوریه درگیره، با عراق درگیره، با ایران درگیره، با کشورهای عربی درگیره، با فلسطین درگیره، حتی با کشورهای غیر اسلامی با بعضی از کشورها درگیره. و جالب این است بدانید که در علامت‌های قیامت که ذکر میشه میگه در این جنگ بزرگی که بین مسلمان‌ها و بین یهود صورت میگیره یک ائتلافی یا یک یک اتحاد موقتی بین مسلمان‌ها و بین مسیحی‌ها صورت میگیره. و در این مورد علما کتاب‌هایی نوشتن. ما در سایت کتابخانه عقیده یا کتابخانه قلم علامات قیامت هست از شیخ الاشقر. این رو حتما دانلود بکنید، کتاب زیبا و جالبی است در مورد علامت‌های قیامت. در اونجا مفصل در این مورد توضیح شده. اما صحبت کردن در این مورد یک برنامه خاصی نیاز داره که در موردش صحبت بکنیم و اینکه انسان اعتماد بکنه به احادیث و روایات صحیح در این جانب، چون تا دلتون بخواد روایت‌های ساختگی و ضعیف در این مورد در کتاب‌ها ذکر شده. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستید ان شاء الله؟ سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. من تقریبا از سال 2015 وصال حق در شبکه‌ها میدینم، ولی من ان شاء الله دوباره ادامه میدم با دیدن برنامه‌تان. من میخواستم در مورد شیخ احمد زینی دهلان که یک کتاب نوشته کرده در ردیه محمد ابن عبدالوهاب، از شیخ فوزان شنیدم چنانچه سخنانی بسیار جالبی نگفتم. فکر بکنم در مورد ایشان میشه در مورد ایشان هم معلومات بکنم. بعد یک شخص دیگر در یوتیوب شما فکر بکنم نوشته کرده کل شیعه کنونی همشون مشرک هستن بلا استثنا. برام انشاءالله نه، این حرف درست نیست که با بگیم همه شیعیان مشرک هستن برادر است. این حرف یعنی تعمیم دادن به همه شیعیان حرف. من میارن دوستانی دارم شیعه هست، دستباز نماز میخوانه، میگه به 12 امام هم اعتقاد دارم. باور کنید در مسئله توحید از خیلی از سنی ها موحد تر است. باید ما مصطفی حسینی طباطبایی نداریم، ما همیشه ایشان تعقیب میکنیم. شیعه هم درست الله جانه زنده باشه. همین انشاءالله در مورد دهلان هم برای ما معلوم باشه. چشم. تشکر از شما. زینی دهلان یکی از علمای مکه هست.
در مکه زندگی میکرده، در مکه مکرمه. فکر کنم در قرن 13 هجری، یعنی میشه گفت تقریبا حدود 100 خورده سال پیش. یعنی از علمای سلف نیست یا کدام عالم برجسته نیست، یک شخصی بوده، در فقیه بوده، مورخ بوده، در مکه زندگی میکرده، صوفی مشرب بوده، مدتی هم مفتی بوده در مکه، در زمانی که شریف حسین فکر کنم امیر مکه بود و در اونجا ایشون زندگی میکرد. مدتی مفتی هم بوده در مکه و فتوا میداده به عموم مردم. بعضی از کتاب‌هایی نوشته در رد دعوت محمد بن عبدالوهاب و تا جایی که من کتاب‌هاش رو خوندم، زینی دهلان تهمت و افترا زیاد داره در کتابش. یعنی نسبت میده مسائلی رو به محمد بن عبدالوهاب که در اون نیست. یعنی انسان باید منصف باشه. من چند وقت پیش یک برادر دعوتگری، اسمشون ذکر نمی کنم، یک کلیپی از یک آخوند شیعی رو آورده بود و این آخوند شیعه حقیقتا در اون کلیپ به دروغ یک مطلبی رو نسبت میده به احناف. به دروغ یک مطلبی رو نسبت میده به احناف. این مثلا میگه که حنفی‌ها میگویند که اینقدرش رو قیچی کرده بودن، مثلا ازدواج کردن با خواهر و مادر اشکال ندارد. خب این دروغی است که نسبت داده میشه به احناف از طرف شیعه. بعد این برادر دعوتگر ما اومده بود، اینو کسی حالا براش قیچی کرده فرستاده، اینم جوگیر شده بود، اومده بود این کلیپ رو درست کرده بود و خلاصه شروع کرده بود که ببینید شیعیان اعتقاد دارن که ازدواج با خواهر و مادر جایز است. من پیام براش فرستادم، گفتم دوست عزیز این کلیپ رو من اصلش رو دیدم، این آیت الله شیعه داره تهمت میزنه به احناف که اونها اعتقاد دارن که ازدواج کردن با خواهر و مادر اشکال نداره. این قسمتش رو بریدم برای شما فرستادم، شما خیلی تشکری کرد از من، گفت که خب دستون درد نکنه، جزاک الله خیر فلان، و اون برنامه‌شو کلا پاک کرد از صفحه چیزش. در حالی که اون عالم شیعه اومد تهمت بسته به ما. اما وظیفه من مسلمان موحد سنی این نیست که اخلاق من مانند اخلاق او باشه. در دین او تهمت زدن، من در شروع برنامه سندا رو نشون دادم بهتون، در دین این آخوند تهمت زدن به مخالفین جز فضایل اعمال است. یعنی وقتی که یک شیعه متدین، یک آخوند شیعه متدین میاد مثلا نسبت زنازادگی، نسبت دزدی، نسبت نمیدونم بدی به یک عالم سنی میده یا به یک سنی میده، در حقیقت داره عبادت میکنه طبق اعتقاد خودشون، طبق ایدئولوژی که دارن، داره عبادت میکنه. اما من سنی، الله متعال به ما امر کرده که لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا. شما دشمنیتون با یک ملتی، با یک قومی سبب نشه که شما در مورد اونها بی‌عدالتی بکنید، بلکه باید عدالت بکنید. ایشون در یعنی ردش بر دعوت توحید و دعوت محمد بن عبدالوهاب اومده از افترا، از دروغ، از تهمت، از این مسائل در کتبش استفاده کرده و اکثرش دروغ است و تهمت است. و بعد از اون شیعیان اومدن از کتب زینی دهلان بر علیه دعوت محمد بن عبدالوهاب اومدن استفاده کردن. ما نمیگیم آقا محمد بن عبدالوهاب معصوم است، فرشته است، از طرف الله متعال آمده وحی بر اون نازل شده. نه، محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه اشتباهات داره. من در یک برنامه صحبت کردم، همین کتاب توحید، در کتاب توحید بعضی اشتباهاتی وجود داره، در این شکی نیست. ایشون یک انسان بود، یک عالم بود، معصوم هم نبود، اشتباهاتی داره. اما این که ما بیایم دروغ به ایشان ببندیم که آقا نه اینطوری بوده فلان بوده، نمیدونم، حتی مثلا اگر دیده باشید اکثرا میگن که آقا محمد بن عبدالوهاب نوکر انگلیس بوده و فلان بوده و ببینید زین دهلان بر علیه کتاب نوشته، در حالی که زین دهلان و امیر مکه شریف حسین اینا کسانی بودن که شریف حسین کسی بود که با انگلیس پیمان بست، قرارداد امضا کرد که بر علیه دولت عثمانی قیام میکنه، بر علیه دولت عثمانی قیام میکنه و بریتانیای کبیر در اون موقع
ایشون رو، شریف حسین رو، به عنوان خلیفه مسلمان‌ها به جای سلطان عبدالحمید آخرین خلیفه عثمانی به رسمیت میشناسه. ایشون قیام کرد بر علیه عثمانی‌ها، مکه و مدینه را از کنترل عثمانی‌ها خارج کرد و بعد از اون که خیلی از سرزمین‌های دیگری رو گرفتن، مثلا منطقه اردن و مصر، عراق و این مناطق رو هم گرفتن. بعد از اون بریتانیا زد زیر قولش مانند همیشه و به ایشان نه امارت داد و نه خلافت داد و میومدن بهش میگفتن تو سید هستی و اولاد پیغمبری و تو از قریش هستی، تو مستحق هستی که خلیفه مسلمان ها تو باشی. فریبش دادن. یه آدم ساده ای بود. بعد از اون دقمرگ شد، یعنی بعد از اینکه بریتانیا ندادن بهش اون چیزایی رو که وعده کرده بودن، اون مرد و 2 تا از فرزندانش، یکیش امارت اردن رو، یکیش هم امارت عراق رو گرفتن که همین ملک عبداللهی که فعلا در اردن پادشاهی میکنه نوه پسر شریف حسین امیر مکه است و همچنین ملک فیصلی که آخرین پادشاه عراق بود که بعد از اون حزب بعث که بر علیه او کودتا کردن، نوه شریف حسین امیر مکه بود. خلاصه این جوی بود که زینی دهلان در اونجا زندگی میکرد و در کتابهاش دروغ‌ها و افتراعات زیادی بر علیه دعوت توحید داره. به همین خاطر شخصیتی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. خاصا در کتب تاریخیش مبالغات و دروغ‌های زیادی رو ذکر کرده. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد. سلام و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه؟ زنده باشید. سلامت باشید. استاد انصاری، ولی نظر من در مورد این حاجی آقای همشهری شما که به عناف قامت میمونه، من چیز دیگه میگم، این الله رسوا کرد این منطقه ما. این کلیپ رو کلا به ابن همین میشناسن. این خدا رسواش کرده. درست. اینجوری بهتری؟ بهتره، هرچی که شما دوست دارید. میگم این اصلا تو این منطقه ما بلوچستان کل این کلیپ به اسم همین آقا داره پخش میشه. هیچ کس نمیدونه که این منظورش چیه. کلا میگن که آقا نظرش عقیدهش اینه. این رسواییه که الله برایش آورده. درست. موفق باشید ان شاء الله. تشکر از شما، زنده باشید. ببینید، من بازم تکرار میکنم، این که کسی یک چیزی رو نگفته باشه ما بخوایم بهش نسبت بدیم، از نظر اعتقادی نگاه اهل سنت درست نیست. حالا که داره پخش میشه و مردم دست به دست میکنن و کسی اگر بفهمه که این عقیده اون طرف نیست، نباید این رو پخش بکنن. این نظر من هست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، بسیار بخشش باشه باز زحمتتون دادیم. خواهش میکنم. در مورد امو مسئله گذاشتن ریش و کم کردن سیبیل ها بود. استاد گرامی، من شنیده بودم، خواستم چند مورد معلوماتن با شما شریک بسازم. میشه در این مورد هم یک وضاحت خوب داشته باشین مثل دفعه قبل. یک حدیث شریف است که در کتاب مسند امام احمد صاحب روایت شده که دمی اپی که پیش ما هست و آدرسش گفتم رقم 6675. حتی کسی به نام حیثمی در مجموع زواید خود رجالش هم ثقه میگه. در آخر متن حدیث میگه ولا تشبهوا بالیهود، قص الشوارب وعف اللحى ولا تشبهوا بالیهود. یکی حدیث شریف از جناب استاد و یک مسئله دوم یک حدیث از رویش امام ابو هریره صاحب است. در قسمت میگن که جذب الشوارب ورخ اللحى خالف الیهود. اینجا مستقیما مسئله یهود مخالفتش ذکر میکنم. یا مسند امام احمد صاحب است، طبرانی در معجم الاوسط خود روایت میکنه. استاد گرامی بخشش باشه، اینه من یک شنیده بودم، خواستم میره یک متنشم با شما شریک بسازم. بحث مجوسه واقع دقیق بود، مجوس هم در متن حدیث تذکر رفته، اما در قسمت گذاشتن ریش و کم کردن سبیل ها چگونه میشه با یهودی های امروزی مخالفت شود، در حالی که از مسلمان کردن ریش اونها زیادتر میگذارن و سبیل های خودم زیادتر میگذارن. فقط میخوایم یک وضاحت معلوماتی بر ما شود جناب استاد. میشه گاهی اوقات اگر ضرورت میشه جای حلقه درسی تنظیم میشه
که طبعا عصر علم و دانش است، نمیشه که انسان با بعض دلایل غیر منطقی باز شود که بحث‌های دینی را آدم پیش ببره. میشه در این مورد وضاحت شما رو داشته باشیم جناب استاد. تشکر خیلی زیاد. زنده باشید. تشکر از شما. حدیث خالف المجوس من خدمت شما بیارم. شما اگر که برید در الباحث الحدیثی، یک سایت بسیار جالبی است، این رو sunnat.one این رو بزنید، در اینجا برای شما میاره مفصل این روایت ها رو. حدیث جز الشوارب و عرخ اللحى حدیث صحیح است، در صحیح مسلم آمده. و حدیث دیگری که خالف المجوس جز الشوارب و عرخ با این لفظ در مجموع زوائد هیثمی آمده که این حدیث ضعیف و متروک است. اکثر به اصطلاح روایت هایی که خالف المجوس است روایت های صحیح است، خاصا اون روایتی که در صحیح مسلم آمده و در بخاری هم آمده که جز الشوارب و عرخ اللحى خالف المجوس. اما روایتی که در اون ولا تشبهوا بالیهود بعضا در مورد رنگ کردن آمده، رنگ کردن موی سر و ریش آمده و اینجا من ولا تشبهوا بالیهود که زدم کلا اکثر روایاتی که اومده در مورد رنگ کردن ریش و موی سر آمده. و شما اون حدیثی رو که ذکر فرمودید اگر که از طریق واتساپ برای ما بفرستید شاید بتونم بهتر براتون انشاءالله چیز کنم، سرچ بکنیم و براتون بفرستیم انشاءالله. خب دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در آن رو استکمرا خواهیم بود، همه تان به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل